بعدا میتیم برادر بعد یا بید خیلی کارا بود میکن سو پاگا بیو ایشالا کار بوده همین از 3 روزگاه مولاتم بته میشه همین دروغ کشید پیامبر گفته که این بزرگترین گناه است بزرگترین گناه همینه اشراک بالله یکم شرک با الله آوردن شما هم میدونید که خداوند غیر شرک همه گناهی که غیر شرک باشه میبخشش شرک گو با الله آوردن اینو کلانتری گناه است بعد از آن میگه گفت که و عقوق الوالدین گفت کسی که پدر و مادر از خودش رنجانیده کسی پدر و مادر از او راضی نیست اینها هم گفت از زمره گناه های کلانترین بعد گفتم که تکیه بود حضرت میگه و کان متکیا میگه وقتی در این حالت تکیه ده بود همین دو گناه کلان بود بعد میگه فجلسه بعد میگه در جو شیش بعد میگه گفت الا و قول زور الا و قول زور الا و قول زور فما زال یکرروها حتی قلنا لیته سکته ابو هریره ربی چی میگه میگه که همین گفت چی گفت دروغ همین دروغ همین گفت که ای گفتیم ای کاش که حضرت خب کنه توی اندازه رو بسیار گفت که دیگه گفتیم خب میکنه خب کنه بهتره یعنی در اطراف دروغ هم حضرت بسیار تحقیق کرده دروغ میگیم که خیلی دروغایی که میگیم اینم گفتیم برادری ما همین وعده هم حسابی دروغ آیاخی وعده میتیم برادر بعد یا بید خیلی کارا بود میکنیم سو پاگا بیو ایشالا کار بوده همین از 3 روزگاه مولاتم بته میشه همین دروغ کشید پیامبر گفته که این بزرگترین گناه است بزرگترین گناه همینه همین خیلی از این چیزا اگر اجتناب کنیم ولی گفت بابایشون هم که یکی 4 نشانه منافق 4 نشانه داره هر کی زبانش دیگر و دل دیگره منافق میگن زبان دیگره دل دیگره یارو منافق میگن و منافق قرآن میگه فی الدرک اسفل من النار در پسترین عذاب از جهنم منافقا هستند منافق 4 تا چیز یکی سخن میگه دروغ میگه وعده میکنه وفا نمیکنه امانت میمانی خیانت میکنه 4 و اذا خاصم فجره هر گاهی که جنگ کنه حقارت میکنه همین 4 نشانه گو در کسی جمع شید اینا منافقی کل میگن اگر یک تاش در کسی باشه یک نشانه منافق در تا هست این یکی از نشانه منافقه خیلی خدا نیکش بیاره ستون هم میدونیم ستون اینمی در مسجد ها دیده هسته که میارن دیست پایوی که راست های میگه راست مسجد میارنش میگه ستون از راستی آمد به مسجد خشبها از کجی ضربی تبر دید خشبتا چورا میگه بینه ستون وقتی که راست های بهترین مثال همین پرچه زمین مسجد میارنش لیکن چوبه که کج باشه ضربی تبر دید او حتما تور میخواد یعنی همین کسی وعده خلاف میگه دروغ میگه اینو حتما تور میخواد حتما اینو اذیت عذاب میکشه یکی با طعم و خوردن یکی به نظر کردن دو چیزی که به انسان لذت میبخشد این همینه یکی خوردن لذت میبخشد یکی نظر کردن همین دو چیز در انسان لذت پیدا میکنه حضرت گفتن همین دنیا به همین مثال است مثل حلوا مثل شیرینی داره و به حد زیبا هست که چشم بیننده را کدامون ایده در همین بگیم روزگذرانی و مثال روزمره من دیدیم که حقیقتا نظر کردن
در دوام حدیث حضرت گفتن که و شما دانید که الله مهربان همه شما را در این دنیایی که عبارت از این دو چیز بود، شما به حیث یک نفری هستین که از نگاه و از چشیدنم که بسیار در شما مشغولیت هم که پیدا شود، با این شما را الله مهربان آزمایش میکنه و در پایان حدیث پیامبر ما گفتند و نگاه الله مهربان در هر کدام ما همین است که آیا ما چی کرداری چی عملی را در این حیات انجام میدیم. پس برادران عزیز و گرامی، اگر حاصلی بگیم دنیا را اگر از ابتدا تا انتهاش ما از ابتدا فهمیدیم، انتهاش همین بود است که یعنی جای آزمایشی است که برادر عزیز ما چی ها میکنیم، ما چی ها کردیستیم. یعنی از این دنیا اگر گفتی همون یک معامله هست مرده با مرده شو که جناب صوفی علیار میارد، وقتی که بود میکنه مرده شو را از بالا گپ میزند که انا مرده در وقتی غسل با غسال گوید این حرف با زبانی حال، بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه، همراه جسم بود جانی من، مدت گفتم این و وانی من، در محلی که کردم و گفتم بود فکرم عیالم و جفتم. بین حضرت وقتی که مرده با اکو مرده شو خیلی حدیثا میگه این المیت یعرف من یغسلو و من یکفنو بین و من یحملو و من یدلیه فی قبری. همون مرده میشناسد نفری را که میشوش، میشناسد نفری میبردارش، میشناسد نفری که کفنش میکند، میشناسد نفری را که در لحد میگذارش. ابو سعید خدری میاره حدیثه، یعنی همون با مرده شو گفته استای. بعد چی میگه پایانده؟ بعد میگه تو که الحال زندگی داری، ما را میگه که و هلکه تمام مقصد چیزی بود نبود دیگه تمام شد. تو که الحال زندگی داری، مؤمنی نام بندگی داری، واقف حال خیشتن باشی قبل از اینکه مثل من باشی، پیش از آنه که مثل من میشوی تن. برادر این روزه هست که ما هم این دنیا را پدرود میگیم، ما هم مثل همون نیازی به ازیر من نیاز به مردشو ندارم، خودم دست دارم مثال عقل دارم، لیکن زمانی میشد که نیازی به او پیدا میکنیم و ما هم اونها را با گوشزد میکنیم که مقصد واقف حال خیشتن باشی، یعنی هشتا در سرت بگیر. برادر عزیز و گرامی، یعنی حقیقتا ما باید که بیدار باشیم. و زیرک میگن، پیامبرم زیرک میگه زیرکترین امت ما کسی که بیشتر مرگ یاد میکنه یا زیرکای امت من. امروز زیرک امت اگر مثال بیشتر در دنیا مشغولیت داشته باشه، حضرت زیرکا را این خیلی معنا کگه. پس برادران مقصد چی بود؟ مقصد عمله. ولی امام کی را میگه؟ غزالی را میگه در یک جنازه میگه اشتراک داشت، در پهلوش یک جوان بود میگه، در پهلوش یک جوان بود میگه. بعدا میگه طرف جوان گشت و گفت که اگه در پیشون تابوت مرده ایستادگی، گفت اگر همین انسان خدا زنده کنه آیا همین با چی کار مشغول میشه؟ جناب امام غزالی اگه یک جوان سوال کرد در پهلوش بودگی، میگه اون جوان گفت که حضرت گفت من گمانم میگه که اگر همین آدم زنده شود هر آینه گفت تمام کارهایی که مقصد بر علیه او است بر ضرر او است همه را ترک میکنه و همیشه پایبند عملهای صالح میشه. بعد امام غزالی گفت که آفرین، گفت آفرین، احسن گفت، لیکن بچه من یک گپ میگم این دیگه زنده نمیشه، ولی با اون چی گفتی خودت پایبند باش. بله تو دیگه زنده نمیشوی، لیکن بهترین گپ گفتی، خودت پایبند باش که این زنده نمیشود دیگه. بله برادر عزیز و گرامی، ماها حاضر باید شکرگزاری هم کنیم که این تری رئیس واری الله خیرش دید
نمی یک جمع آمدن میکنن 3-4 برادرای دعایی و دعوتگر دعوت میکنن با اینجا نفرهای هستین که گوش میکنین شما الک معلومات دارید یعنی شما میدونین که ممبرین میدونین که مقصد خانه قبر چی احوال داره همه میره الک معلومات دارید برای این معلومات داشتن تون الک برای شما اینم یک دادی خدا است که شما الک معلومات دارید یعنی باید آمادگی تونه ببینید برای این مقصد حدیث هم این است که ما باید عملهای صالحمون زیاد کنیم میگه یک عالم مغازه خرید کنی میرود برادر عزیز میگه وقتی مغازه دا خرید کنی میرود خرابواری میگیره میارد میگه پیشک هم کسد هم میمونه بعدا میگه همون کارتش هم میبروره و همون مرده که همون فروشنده را میته مقصد ای کارتا باید همون بگیم پولشاکو انا بگیره وقتی که میگه میبرد در همون اپارات میمونه میگه که انا مبلغ ناکافی است صدای سیستم هم خیلی میبره این ولی میگه خیلی میگه ما خرید ما یاد دارم 3 برابری خرید ما در مبلغ بعدا میگه خواهش میکنی یا بار دیگه بر همیره این دو میبرد که میگه که رمز خطاست بعد همون مغازینچی میگه که شاید برادر عزیز اگر نزد تلفن مونده باشیش امکان دارد که همین سوخته باشه بعدا میگه این عالی میگه وقتی که همین چیزا این میگه بعدا اخیرا میگه یگون چی اگر انا نخ داشته باشی نخته اگر یگون چی داشته باشی بتی همین حالت دا میگه همین گپ در زیر مونده بیرون برامم مقصد مبلغی را دادم و بعدا میگه با ذهنم قیامت پیش رو آوردم گفتم الله مهربان اگر من پیش دیده بگم که من نماز داشتم نماز شب داشتم قرآن داشتم خیر داشتم مقصد حج داشتم همه میره داشتم و از جانب الله مهربان صدا بیاد که بله تو داشتی لیکن در همیره در پهلوی بخل مانده بودی در پهلوی حسدات مانده بودی در پهلوی غیبتات مانده بودی در پهلوی دیگر گناهات ماندی مقصد عملات همش سوختن نخته یگان چی داری بود میگه در ذهن من همین اومد که اگر من این عمل صالح هم کنم ولی در پهلوش باید بدبختی هم اگر انجام تیمون اینهاش رنگی همون کار را که سوزانده بود تلفن اگر همه را بخره نابود کنه من در روز قیامت مقصد پیش الله مهربان چی میگفته باشم از این لحاظ عمل آدم جنت نمیبره برادر شما بدونید ما را لطفی الله مهربان جنت میبره لیکن عمل برای ما مقام و مرتبه میده یعنی این معنی را ندارد که یک آدمی هست که مثال پایبند همه کاری خیر هست یک آدم دیگه به نام مسلمانه اینها هر شکل در جنت یک مقام داشته باشند البته نیست برای اون نفری که نماز شب داره ای آدمی که نداره فرق داره برای آدمی که نان احسان خیر داره آدمی نداره برابر نیست فقط در جنت ما از حساب عملمون مقام و منزلت و مرتبه میگیریم و ایلا بگیم به عمل هامون ما جنت میریم در عوض این قدر نعمتی که خدا داده است این عمل های ما ناکافیه برادر ولی همین را دانسته بگیریم که حدیث هم معناش همین است که ماها باید که حتما پایبند عملی باشیم و با خودمان یگان عملی صالح داشته باشیم که تا دست ما را در روز آخرت میگرفتگی باشد خداوند باز این خیرها و احسانها را قبول گرداند خاتمه کار هممون را به خیر و توفیق عمل کردن در آنچه که شنیدیم الله مهربان بر همه ما و شما نصیب